ورزش قاصد صلح و دوستی و وحدت انسانها به حساب رفتن آن بهترین واسطه معرفی نمودن دولت و ملت به حساب می رود. با شرافت صاحب استقلالی و غمخوری های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامی رحمان ساحه تربیت جسمانی و ورزش همچون سمت افزایش‌یابی سیاست اجتماعی مملکت اعلام گردیده است. در کمپلکس ورزشی سمندر 21 نمایش فستیوال بازی‌های ملی ورزشی بخشیده به اعلان نمودن سال 2018 سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی برگزار گردید. یکی از مهمترین واسطه استوارگردانی رشد ساحه ورزش این احترام و ارجگذاری به بازی‌های ملی ورزشی که همچون رمز متانت، جسوری، توانایی و دلیری و شجاعت برای حفظ ارزش‌های والای ملی و تامین سالمی جامعه روانه گردیده است. زیر هدایت و دستگیری‌های همیشگی سروری دولت از نو احیا و رشد یافته شده است. در این فستیوال چند نمود ورزش معرفی گردیدند، از آن جمله نمودی گوشتینگیری، نمودی بانکشی، نمودی کمانوری و دیگر نمودی بازی‌های ملی در اینجا نشان داده شد و ما باز گفتنی هستیم که می‌خواستیم که جوانان نورسان بیشتر به ورزش مشغول شوند و در عرصه بین المللی پرچم دولت عزیزمان را هرچی بلندتر بردارند. احیا و رشد نمودهای ملی ورزش در جمهوری تاجیکستان توسط برگزاری فستیوال بازی‌های ملی ورزشی از 3 مرحله در سطح محلی، منطقوی جهت فراگیری هرچی بیشتری نورسان و جوانان به تاریخ، فرهنگ، رسم و آیین و عنعنه و سنت‌های تاجیکانه بهره بلند برداشتن حس خودشناسی و خودآگاهی، احترام و ارزش‌گذاری از ارزش‌های ملی همزمان ترغیب و تشویق و تحکیم طرز حیات سالم راه اندازی می‌گردد. همین طور از جانب ورزشگران همه گونه بازی‌های ملی ورزشی نمایش داده شد.